زمستان رفته و نوروز آید، بشارت هر کجا خوش روز آید. ندا آمد زی پشت کوه فریاد که امشب نزد ما فیروز آید. نوروز فرخنده ترین جشن، ارزشمندترین هستی و والاترین میراث نیاگان ماست. نوروز جشن است که نسل را به اصل میرساند. آره، فرصت است برای آغوش مهر و محبت کشادن به پیوندان و عزیزان، دوستان و همدلان، از دل بیرون کردن و به باد فراموشی دادن همه گونه کدورت‌ها و دست دراز نمودن به سوی دوستی و همدلی و همبستگی است. این است که مردم سربلند تاجیکستان صاحب استقلال همه ساله آمد نوروز دلافروز را با دست و دل و دیده پاک بی‌صبرانه انتظار میکشند. شکرانه که باز به نوروز رسیدیم. با مهر و اخلاص بی‌پایان درود بر شما بینندگان عزیز و ارجمند. بیننده های عزیز، گروه حجازی برنامه دوگانه ها تصمیم گرفته است که نمایش دانه دوگانه ها را از شهر ترسونزاده با اشتراک بانوان فعال این شهر آوازدار منظور شما نماید. واقعا هم جشن نوروز فرخنده پی در تاجیکستان صاحب استقلال با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل می‌گردد. این حال ما راه پیش می‌گیریم جانب دهه قرطاق شهر ترسونزاده و می‌بینیم که بانوان در این دهه چگونه از جشن نوروز استقبال می‌نمایند. تماشابینان عزتمند، ما با مکان ثبت حاضر گردیدیم. دهه‌ای که عین حال شما می‌بینید قرطاق نام دارد و گروه حجازی برنامه دوگانه ها تصمیم گرفته است که نمایش ادانه را محض از همین دهه منظور شما نماید. دوگانه های عزیز، عین حال ما به خانه دلخواه ساکنی دهه قرطاق می‌رویم و می‌بینیم که نوروز دلافروز را در اینجا چگونه جشن می‌گیرند. ما را همراه باشید. خیلی که خودی شما میبینید دهه فضای متنتن دارد. امروز نه تنها در دهه قرطاق شهر ترسونزاده بلکه در تمام مناطق جمهوری نوروز دلافروز را با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل می‌نمایند. میدانید مرجان، نوروز اصلا معنایش این اتفاق، اتحاد، سرجمی و همدلی و یکدلی است. السلام علیکم. ممکن خاله جان نوروزتان مبارک. نوروز شما هم مبارک. ما گروه حجازی برنامه دوگانه ها تصمیم گرفتیم که از دهه قرطاق شهر ترسونزاده مهمان خاندان این ساکنان گردیم تا ببینیم که بانوان در جشن نوروز با کدام کارها مشغول هستند. شما آمدید؟ البته هستند، من کلین ها هستند، دخترها هستند. خب بهتر است به نزدیک کلین های شما میرویم تا اینکه ببینیم که آنها با کدام کار مشغول هستند. بیننده های عزیز، این حال ما در مهمانی خاله مقصدای قرار داریم و چنانه که خودی شما میبینید در اینجا بانوان سرجم آمدند تا اینکه همراه از این جشن دلافروز
استقبال نمایند. بیبی جان، چنانه که میدانیم نوروز در زمان صاحب استقلال یک شکوه و شهامت خاصه گرفت و این همه از آن شهادت میدهد که دولت ما تنج است، آرام است، ما باشیم در فضای صلح و ثبات عمر به سر میبریم. فرقیت بین نوروز امساله و سالهای قبلی چگونه است؟ حاضر فرقش زیاد، همه زیاد ترقی کرده. دورای پیش با این کنی این زروزیه برای این خیلی نبوده، چی نبود، فقط همین نام بود. اگه پرشکا میکردن، قویمه میکردن. این ناز و نعمت ها این سالا برای لای مرم با این جناب ما که این قطع ناز و نعمت های برآوردن برای همه خلق. این قطع جشن های خوشروی ترقی کرسادین، این قطع بازی های خوشروی، این قطع نوروز های خوشروی ترقی کرسادین. هزاران رحمت. یگان خوراکی هست که خاصی ترسون زاده باشد؟ اوش کوچه، قرطو، انا اوشوی پلوی با کوک. خب تشکر زیاد، باری دیگر نوروزتان مبارک باشد بیبی جان. رحمت. ای دختران زیبا، نوروزتان مبارک. ای عاشقان شیدا، نوروزتان مبارک. گسترده سبز قالین در سفره دل ما، شادی گرفت معوا، نوروزتان مبارک. بیننده های عزیز، این حال صحبت داریم با گوهر سعید و ساکن دهه قرطاق شهر ترسون زاده. میگفتید که نوروز در شناخت ملت تاجیک چی نقش دارد؟ آمدن نوروز هم از بامداد، آمدنش فرخ و فرخنده بود. البته با فرارسی نوروز عالم افروز در پیک خجسته خود برای طبیعت ما یک تراوت و نزاکت تازه می بخشد و در خاندان هر یک اویله شادی و سرور و برکت و نزاکت را می آورد. البته در گذشتگان ما، البته در جشن نوروز دسترخوان را با 7 چیز گویا که آرام می دادند. در آن آب و نان و بیشتر میوه رو فراوان میدادند و شیرینی ها رو بیشتر میموندند که از آغاز سال نو نوروزی تا پیک این سال باید برکت زندگی باشد و فیض در دسترخوان باشد. محض امروز با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و با اقدام نیک و با تشبث پیشوای معظم ملت پرور دولت محترم امام علی رحمان، جشن نوروز خلق تاجیک در سال 2010 با قرار یونسکو مقام جهانی گرفت و البته بر همین شرافت استقلالیت جمهوری تاجیکستان در تمام دهه ها جشن نوروز گرچند که یک عنعنه‌های خاص ملی خود را داشت و امروز باز شکوه‌تر می‌گذرانند و امروز خلق تاجیک کوشش می‌کند که در جشن نوروز تمام عنعنه‌های ملی، تمام خوراک‌های ملی به خوان دسترخوان آورده دهند. البته مردم تاجیک این جشن نوروز را به همتا پذیرایی می نمایند و ما ساکنان جماعت قرطاق نیز خرسند هستیم که در جشن نوروز با پخت و پزهای ملی، با هنرهای قدیمه باستانی که از بابای بیبی ما که میراث مانده بود این عنعنه ها رو زنده می نماییم و این هنرهای ملی رو به معرض تماشا می گذاریم. لاله ها در یاله ها مشعل شدند، میسه ها در یانه ها معطل شدند، کوزه در بر دختران آتشک بر سر سرچشمه ها معطل شدند. بینندگان گرامی، عین حال صحبتی داریم با آوازخوان انسامبل فولکلوری اتنوگرافی قرطاق شهر ترسون زاده گلبهار مجیدوه. یاران بهار تبریک، پیک هزار تبریک، بشکفتنات چون گل زیبا دیار تبریک. شکرانه‌ای که در زمان استقلالیت ما امروز جشن نوروز جشن جهانی اعلان کردن، آزادانه استقبال میگیریم. زنها سمنک میمانند در گرد دیگ سمنک بس میآورند تا روز 6 سمنک میپزند. هر یک خاندان بعد دسترخوان میآورند، 7 سین و 7 شین میکنند. ما امروز برای چه شکرانه از استقلالیت نکنیم که ما آزادیم؟ در بین بانوان دهه قرطاق کدام هنری هست که تا به حال افشا نشده است؟ امروز بانوان قرطاق را بینید چه هنرهای زیبا از دست آنها میآید. دکن بافی، ابر بافی، شیراز بافی،
خاصی مردم قره‌طاق می باشد. بیننده‌های عزیز، خاطررسان می‌نماییم که برنامه دوگانه‌ها در دهه قره‌طاق شهر ترسونزاده ادامه دارد. البته جشن نوروز را به سرود و موسیقی تصور کردن غیر امکان است و اینجا از بانوان انسامبل فولکلوری اتنوگرافی قره‌طاق شهر ترسونزاده خواهش می‌نماییم تا برای ما یک سرود را هدیه سازند. انا نوروز رسید، انا امروز رسید، انا نوروز رسید، انا امروز رسید، انا یک خیمچه قدی کرته گلدوز رسید، انا یک خیمچه قدی کرته گلدوز رسید. داغی نوروز بودم، داغی امروز بودم، داغی نوروز بودم، داغی امروز بودم. ای خوشا بر وطنم جشن دل افروز رسید، ای خوشا بر وطنم جشن دل افروز رسید. انا نوروز رسید، انا امروز رسید. نوروز شد و با گلی نوروزی بیا، با جامم و با رومالی گلدوزی بیا. ما هر دو رویم سیر گلهای چمن، من دستی تو را گیرم و تو دامنی من. ما هر دو رویم سیر گلهای چمن، من دستی تو را گیرم و تو دامنی من. انا نوروز رسید، انا امروز رسید، انا نوروز رسید، انا امروز رسید. نوروز شد و بیا که با هم باشیم، رقصیم و ترانه خوان و به غم باشیم. با هم باشیم ملک آباد کنیم، شکرانه این دیاری آزاد کنیم. با هم باشیم ملک آباد کنیم، شکرانه این دیاری آزاد کنیم. انا نوروز رسید، انا امروز رسید، انا نوروز رسید، انا امروز رسید. انا یک خیمچه قدی کرته گلدوز رسید، انا یک خیمچه قدی کرته گلدوز رسید. داغی نوروز بودم، داغی امروز بودم، داغی نوروز بودم، داغی امروز بودم. ای خوشا بر وطنم جشن دل افروز رسید، ای خوشا بر وطنم جشن دل افروز رسید. انا نوروز رسید، انا امروز رسید، انا نوروز رسید، انا امروز رسید. واقعا هم نوروز جشن شادی و سرور است و در این روز از همه بیش طفلکان خرسند می شوند. لباس های ایدانه به بر می کنند و خوشحالانه نوروز را جشن می گیرند. سلام دوست رویکانی عزیز. سلام. جشن نوروز شما مبارک باشد. رحمت. کنی در وصف نوروز کدام از شما شعر می گوید؟ من. پس بیایید یک جویه در وصف نوروز شعر می گوییم. مرحمت. نوروزی دیار آمد، پیغامی بهار آمد، در موسمی کار آمد. نوروز مبارک باد، نوروز 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 مبارک باد. حمزه بی چمن نوروز، حمزه بی وطن نوروز، در دشت و دمن نوروز، نوروز مبارک باد، نوروز 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 مبارک باد. تشکر زیاد. جشن نوروز شما باری دیگر مبارک باشد. تشکر زیاد.
واقعا هنر معرفکر ملت و فرهنگ میباشند. هنرهای گلدوزی، زردوزی، چکندوزی، سوزنی بافی، ادرس بافی، اطلس بافی، عموما همه اینها خاصی بانوان تاجیک است و بانوان تاجیک توسط آفریده های خود توانستند که بیرون از کشور نیز شهرت جهانی را کسب نمایند. بیننده های عزیز، چنانین که خود شما شاهد هستید، اینجا گل دختران جمع آمدند در جشن نوروز گلدوزی میکنند، زردوزی میکنند. یکی با دختن پیراهن، دومی باشد به دختن سوزن دوزی و سومی باشد به دختن بالشت ها مشغول هستند. بیاید با آنها هم صحبت میشویم و از هنری آنها برخوردار میگردیم. این هنری بالشچه دوزی را از مادرهایمان آموختیم و این را ما با رشته های مخصوص میدوزیم و هر یک گلی که میکشیم در آن گل ما احساس خودمان را نیز با همان گل میکشیم و این بالشچه ها را بسیارتر عروسان استفاده میبرند. این میراث میباشد که از زمانهای قدیم به ما آمده رسیده است. ای بانوی قلم زنم کی با نقش قلم، ای هم شادی دل کشم، ای هم درد و علم، ای در روی متا قلم زنم گل به مراد، ای در روی متا قلم زنم گل به مراد، ای از دیدنی آرز دل رود غصه ببار، ای از دیدنی آرز دل رود بوسه ببار. چکن رمزی بهاره، چکن کن گوره داره، چکن کن گوره داره، افتابه مهتابه ستارش به شماره، ستارش به شماره، گلاش رنگی برنگه چیزی با چی قشنگه، گلی جلوه ناموس، گلی جلوه ننگه، گلی جلوه ننگه. من دختری کوسارم، گل دستم و گل کارم، گل پرور و گل پیکر، پنج پنجه هنر دارم. من دختری کوسارم، گل دستم و گل کارم، گل پرور و گل پیکر، پنج پنجه هنر دارم. من دختری کوسارم، گل دستم و گل کارم. مردم سربلند دهه خرطاق شهر ترسونزاده برای نوروز دلافروز چگونه آمادگی ها می‌کنند؟ پیش از همه به تازه کردن خانه ها، کوچه ها و محله ها سهم میگذارند. غیر از این به پختن طعام نوروزی سومالک دقت جدی میدهند که امروز شما شاهدی آن میگردید که در خانه های همسایه علاقه آمادگی به پختن سومالک رفته ایستاده است. پس از آن که ما به بستن نان و پختن نان نظر میاندازیم، بعد به خانه همسایه میگذاریم. بیننده های عزیز، چنانه که خودی شما میبینید در این حال ملکه بانو آمادند تا اینکه نامها را در تنهایی چسبانند. و من و شبنم نیز آماده ایم که به این بانو کمک رسانیم. ما رو همراه باشید. هنگامی که ما به خانه وارد شدیم، شما گفتید که ما امروز نان قرطاقی آماده میکنیم. بله، چپاتی قرطاقی از دیگر چپاتی‌ها تنها در آن فرقیت میکند که حجما کمی قفزتر است. دیگر فرقیتی زیادی ندارد. برنامه امروز میخواهم هنر کدبانگی شما رو بینم. یعنی شما برای در زندگی آینده تیار بودن آماده هستید یا نه؟ یعنی مرحمت به اپا یک یاردم کنید. مرجانه پیش درو.
اصلا نان پخته نمیتوانند، لیکن خیالش خام برآمد. بعد از تنور کندن کلچه ها ما باید برای آن همین گونه آب پاشیم تا اینکه کلچه ها جلو دهند. الکای نان ها نیز آماده گردیدند. بله واقعا هم بوی خوش دارد نان تاجیک. آش بریده یکی از خوراک‌های معمول‌ترین خلق تاجیک به حساب می‌رود. اکثریت بانوان این خوراک را در فصل بهار یعنی در جشن نوروز آماده می‌نمایند. تیار نمودن آش بریده از کدبانو مهارت زیاد را طلب می‌نماید و اکثریت کدبانوها این خوراک را در یک جایگی با سبزیجات‌ها از جمله شبیت، جعفری، پودینه آماده می‌نمایند که آن طعمش را لذیذتر می‌نماید. خب می‌گفتید که آماده نمودن همین خوراک از کدبانو چه نازکی‌ها را طلب می‌نماید؟ خیلی که شما دیدید ما زواله رو همین خیلی به همین طرز تنوک میکنیم نفیس و به همین طرز قطع کرده مهین میبریم و نازکیش در اون است که بعد بریدن ما زواله رو به قول من خیلی دسته میزنیم تا باریکتر و مهینتر خوشروتر شود. مادرم وقتایی که همین خیلی جشن ها میشد شما را دعوت میکردن به نزد خود و طرز تیار نمودن آش بریده رو البته که نشان میدادن، همینطور نه؟ البته به جوان دختران گفتنی هستم که طرز تیار کردن این طعام رو از کلانسالان البته پرسند، آموزند و در زندگی به خودشون البته لازم می شود. بیننده های عزیز، چنانه که خودی شما شاهد بودید ما امروز با یک چند خانه های ساکنان دهه قرطاق شهر ترسونزاده مهمان شدیم و از هنر کدبانوگی، از هنر دوزندگی، از هنر نانپزی آنها برخوردار گردیدیم. در حقیقت بانوان دهه قرطاق شهر ترسونزاده همگی هنرمند ماهرند. واقعا زن تاجیک شایسته تحسین و آفرین است. خیلی که میبینید برای خمیر رو انداختن آماده است. آب همین خیلی به طور تیز جوشد. همزمان قید کردن به مورد است که آش بریده باید در آتش بلند آماده کرده شود. من آش بریده هم تیار شد. اکنون اون رو در طبق میکشیم. یکی از رمزهای اصلی جشن نوروز این آماده نمودن سومنک می باشد. بله، طبق تعامل در هر یک خاندان تاجیک بانوان سومنک را آماده می نمایند ولی یک جای پختن آن برایشان خوشایند است. قید کردم مورد است که این بانوان الکای از شامگاهی همراه جمع شدند تا اینکه سومنک را پزند و الکای که سومنک قریب که آماده است. دختران هنگام کوفتن دیگ سومنک آرزو و نیت‌های خود را می‌کنند. بله، آرزو و نیت‌های نیک خود را میگویند چون که می‌خواهند سال دیگر نیز نوروز با همین خوشی و خرسندی به در خانه آنها بیاید.
بهاری خورم آمد به پرتاب دل جان بهاری خورم آمد نشسته بر شاخ گل بلبل به چهچه آمد نشسته در شاخ گل بلبل به چهچه آمد سمنک جان سمنک دارو درمان سمنک سمنک در قرطاق شیره جان سمنک سمنک در قرطاق شیره جان سمنک قصری پول و شرخان قصر بگو خوش بلا قصری پول و شرخان قصر بگو خوش بلا چارگل بسر مغلشان برآمدن از قشراق چارگل بسر مغلشان برآمدن از قشراق سمنک جان سمنک دارو درمان سمنک سمنک در قرطاق شیره جان سمنک سمنک در قرطاق شیره جان سمنک بینندگان گرامی، چخیلی که خود شما شاهد گشتید مردم سربلند شهر ترسونزاده جشن نوروز بین‌المللی را با یک خوشنودی و خرسندی استقبال می‌نمودند. بله، واقعا در یک روز ترسونزاده نوروزی را سر کردن مشکل است، چون که در همه خانه و محله ها این جشن عالم افروز را با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل می‌نمودند. بگذار در خاندان هر تاجیکستانی دائما نوروز باشد، خرسندی باشد و محبت پایبرجا باشد. نوروز مبارک!